استقامت بده، استقامت اختیار بکو، به این سر و صداها سعی نکو. چرا این سر و صداها همیشه هست و همیشه می باشه. خود شما استقامت اختیار کنی. خب فایده داره این سر و صدا؟ کلا قطعا نه. می گفتن قرآن چرا عجمی نآمد؟ چرا عجمی نآمد که دیگه مردم هم از پیشش فایده می گرفتن؟ اما خب اگر الله میگه حالی که عربی آمده، اگر عجمی می آمد باز می گفتن که لسان عجم، سخنای عجم فهمیده نمیشه. اما این قدر گپی مهمه، مقصدی مهمه، بس لغتی گنگ آورده، به لغتی که آدم فهمیده نمیتونه. اگر مختلط می آورد باز می گفت که آیاتش غیر متوازن است، گاهی عربی است، گاهی هندی، گاهی دیگر رقم. باز اعتراض داشتن، یا در هر مورد اعتراض دارن. خود چرا اعتراض دارن؟ این بدبختای کوردلا یا کسایی که مرض در دلشان است، یا مقصدشانی نیست که قرآن چرا عربی، اصلی درد خود ظاهر کرده نمیتونه. این بدبختا میبینه که قرآن به این کلام عجیب عربی آمده، آنقدر جذاب است، شیرین است، دلکش است که مردم یک دفعه میشنوه گیرویدی از این میشه. از این خاطر میگه که عجمی میآمد که مردم گیرویدی از این نمیشد. از این خاطر است. اصلی مقصد ظاهر نمیکنه، دور بهانه جویی میکنه، انتقاد اعتراض میکنه، دور اعتراض انتقاد داره. وقتی که قطعی کسی در بحث و مناظره بپردازی، موضوع تو مثلا این قرآن کریم است، توحید و شرک است، او برات چی میگه؟ چرا لنگی سر نکردی؟ تو برادر خود نه سر نکردی، فرض است، واجب است، سر ما چی است؟ نکردی. در اونجا اصلی مقصدش دیگه رقم می باشه که چرا تو دعوت شروع کردی و مردم در گرد جمع شده. اصلی مقصدش آنی می باشه، درد دلش آنی می باشه. خب لیکن بگوی فیرایی دور از دیگه طرف میکنه، دیگه چیزا بهانه میگیره. ما امروز همین علما که سر ما انتقاد میگیره که یا مذهب قبول نداره، به اماما دودش نام میگه. اصلی درد اینجا نیست. یقین به الله بکنی اگر این قدر درد سری اماما داشته باشه، این قدر اماما پیشان احترام داشته باشه. چرا؟ اگر اماما پیشش احترام می داشت، آن چیزی که امامشان گفته او را به هر وجه که می بود عملی میکرد. لیکن ما صدها گپی امامشان میکشم، به پیش رویشان میمانم که یا او را عملی نمیکنه یا مقصدشان امام نیست، مقصد درد دل خود ظاهر نمیتونه. میگه چرا مردم در خود جمع کردی، ما را بی‌اعتنا کردی، ما را در بدر کردی. از مولا سوال کنی، بگو مولا صاحب در فقه حنفی، در مذهب حنفی، مولا امام که در محراب نماز سنت خدا میخونه، این مکروه است یا غیر مکروه؟ پیدا کو بگو برام. او تو در یک قدر عمر همیشه عمل به مکروه کردی، خود دیگه مردم که مستحب ترک میکنه کافر میگیشه. بگو در فقه تاست یا نه؟ تو برش بگو برای من بگو که در فقه حنفی فاتحه‌گیری در مسجد چطور است؟ فرشاور کردن در مسجد برای فاتحه‌گیری چطور است؟ مردم بیرون استاد شدن پذیرایی در فقه حنفی چطور است؟ آیت قرآن خواندن در فقه حنفی چطور است؟ تو را بالله قسم میره برام بگو که در فقه حنفی. خود تو غیرت سر فقه حنفی نداری، تو را زور دیگه چیز داده، آلی فیر از دیگه طرف کرده رایستی. درد دلت واضح نمیکنی؟ درد دل دیگه جای است. چی درد دل از کجا پیدا شده؟ مردم هوشیار شدی اسقاط نمیکنه، پیسه خلاص شد. یکی مردم صدقه فطر به مسکین داده رایسته، به تو جناب مولا نمیده. مردم پست قربانی را آلی یا خودشان کار میده در منافع عامه میده، بری تو نمیده. از او خاطر درد از اینجا پیدا شده. قاری صاحبم قطع ما دشمن است. میگه سعی که یک ختم داشتیم در کلی سال در رمضان، گفتی که پیسه گرفتن سر ازی حرام است، در بدر کردی ما را. همینجا قاری صاحبا نخیست یک دفعه که باز من رفتم، من گفتم چرا؟ ما شما را گفتم نامیتان نگرفتن؟ گفت نه، ما خب به مردم خودم معرفی میکنی که ما هستیم، بیای بشناسیم ما را. چرا؟ خب پیر صاحبم دشمنای ماست. پیرا میگه دکانداری قوی ما را گرفتی، در بدر کردی. سوغاتا بر می آمد، دستای ما بدون شستن پاک می شد. او تو گرفتی لقمه بزرگ ما را تو از بین بردی. این تو راست. مولا صاحب دیگر هم گپ داره. ما خب بسیار تعظیم می شدیم، فقط که هر چیز ما می گفتم الله رام حرام، تو به مردم دلیل پیدا کردی.
حالی هر چیز که میگیم دلیل است پیش ما میخواست کجا کنیم اینقدر دلیل. حالی دیگه اینطور گپ هسته. بله اگر ما واقعا کتاب قرآن کریم را این بدبختای خبیثا چی میدن؟ بگوی در میدن در پیش روی انظار با بسیار جرأت. لیکن چرا غیرت نیست؟ چرا صدا را نمیکشیم؟ کی تا که خاموش بشینیم؟ او خبیثا فقط امی قدر میگه که به نادانی. به چی؟ بگه به نادانی. خیلی خوب، خیر که این کاریتان نادانیست، کلی کارایتان نادانیست. واقعا نادانیسته. نمیدانی. اگر شما بدانی که مسلمان ها دنیا مصارف سرش بکنه پس مسلمان هاست، یقین بکنی امروز میبره. امروز به نادانی بمبارد میشه. همی دین روز در کنر در سری مکتب چی کرده؟ بگه بمبارد کرده، دخترها را زخمی کرده و شهید کرده. چی میگه؟ اشتباه شده. هر روز اشتباه. تو خوب وسایل جدید داری، تو خوب مسائلی داری که خودت میگی این رقت ازی فرق نه، دو نفر کشیش ده، یکیش القاعده است دیگهش نیست. اینا ما فرق میتونم. چطور اشتباهات است؟ یا غیرت دارن یا دفاع میکن از دین ما، از دین خود. یقینا که دنیا میدان آزمایش است. الله تبارک و تعالی چهره ها را بگوی مکمل اینمیطور میکشه نمیکشه. کدام چهره ایمان داره کدام نداره، کدام چهره کدام طرف روان است، غلامی کی را میکنه و کدام نمیکنه. این بر الله گپ است. این میدان آزمایش است. شما باور بر الله بکنید کلگی را در سطح میدان الله میکشه، با کلگی واضح میشه که ایمان مردم چقدر است و چقدر نیست، درد کجاست، خلی که گپا از کجا زده میشه. خیلی خوب. قرآن بر ما میگه ما یقال لك الا ما قد قیل. گفتن نمیشه برای توی پیغمبر علیه السلام الا مگر امو سخنا، ما امو سخنای ناروا، امو گپای غلط و زشت قیل للرسول که گفته شده بود برای انبیاء علیهم السلام از طرف مردمایشان من قبل که پیش از تو، بری از آن گفته بودن وقتی که دعوت توحید دادن تهمت در جانشان بسته کردن. می گفتن شما ساحر است، شاعر است، کم عقل است، سیاست نداره، انتظام یاد نداره. بعضی می گفت صلاتو که تأمرو که نمازی تو بری توی حکم میکنه که ما را منع کنی. بعضیش می گفت بسیار صفی است. بعضیش می گفت آرزوهای ما در تو بسته شده بود که تو یک چیز میاری آخرش آمدی و آبی. عجیب گپ است. این گپا بری از هم گفته شده بود، بری توم گفته میشه. پیغمبر علیه السلام بری پیغمبری ما گفته میشه، کسی که رای پیغمبری ما را تعقیب میکنه برش گفته میشه، بالکل گفته میشه. لیکن الله میگه ان ربک لذو مغفرت. اعراضی از یا بدزبانی از یا خشونتی از یا نعوذ بالله کم فکری از یا تقاضا میکنه که الله دمی دستی یا را هلاک بسازه. لیکن پروردگار تو لذو مغفرت، صاحب مغفرت است برای مردمایی که قبول میکنه دعوت انبیاء علیهم السلام، و ذو عقاب، صاحب عذاب است علیم دردناک به او کسایی که اعراض میکنه ولی تاریخ داره بری خود. ولو جعلناه قرآنا، اگر ما میگردانیدیم ایرا قرآن کریم عجمیاً به زبان عجمی عربی نمی بود، لقالوا، باز میگفتن لولا فصلت آیاته، چرا واضح بیان نشده آیاته، آیاتای قرآن کریم احکامش به زبان ما باید می آمد که میفهمیدیم. چرا عجمی شد؟ اولی چی میگفتن؟ میگه چرا عجمی نامد که وام میفهمیدن. خوب الله میگه اعجمی و عربی، اگر به لسان عجمی نازل میشد باز میگفتن اعجمی، این کلام عجمی و عربی، او مخاطبا کلش عربی. چطوره؟ چرا اینطور آمده؟ ما عرب هستیم و کلام بر ما آمده عجم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام حقانیت، مزایا، امتیاز، باریکات، مطلبا، مقاصد قرآن کریم، عجایبات قرآن کریم، تاثیرات قرآن کریم، هر خفاش، هر شوپرک درک کرده نمیتونه. شوپرک بیچاره از نوری بگه چی آفتاب خود پرت میکنه، پنهان میکنه، بیرون شده نمیتونه. این نوری تابان قرآن کریم چهره های شما را بیخی و چی کرده؟ بگه از بین بردن، نمیفهمه، درک نداره. قل بگه پیغمبر علیه السلام هو للذین، این قرآن کریم برای کسانی که آمنو ایمان دارن، آمنو ایمان دارن یعنی انابت داره، توجه به سوی قرآن داره، هدن یک مایه هدایت است، برنامه مکمل هدایت در تمام شعبات زندگیشان.
یعنی امور مفید و فایده‌مند قرآن براشان واضح میکنه. راههایی که سبب هلاکت انسان میشه قرآن واضح میکنه. قرآن تمام علوم چهره علوم براتان کشف میکنه. انسان ارزشش بیان میکنه. آن چیزی که مورد ضرورت انسان است قرآن توضیح میده. برنامه هدایت است. و شفا، قرآن مایه شفا است برای او کسایی که مرض قلبی داره، کسایی که مبتلا به شرک هستند، کبر و حسد، غرور، کینه، عداوت، تعصب، عناد قلبشان مملو ساخته. قرآن شفا برای از او است. شفا است برای او مرضایی که جسمی هم است. کسایی که مبتلا به بعضی مرض است اگر به شرطش به شرایطش دم کرده شود انشاءالله جور میشه. خود تعویضا نه، شویشتا نه، ایده عمل صحابه کرام ثابت نیست. والذین لا یؤمنون، کسانی که ایمان نمیارن، ایمان ندارن، اراده ایمان آوردن نداره، انابت نداره. فی آذانهم، در گوشایشان وقر، سنگینی است، گرانگی است، نمیتونه این قرآن بشنوه. و هو علیهم، همی قرآن بالایشان عمن کوریسته، پوشیده است حقایقش، درک کرده نمیتونه. اولئک ینادون، این مردم هستند مثال از یا که تو برش دعوت قرآن میدی، به مثل کسانی هستند ینادون که آواز برشان داده میشه من مکان بعید، از جای خیلی دور، مثل که از جای دور به کسی آواز میدی. پس اون مردم ها نه آواز میشنوه و تو نه تو را میبینه. از کجا پند بگیره، از کجا منفعت بگیره؟ عجیب نکته را قرآن بیان میکنه. مشرکین مکه در گردوبر پیغمبر علیه السلام است. کاکا و ماما و بگوی رشته قوی و قرابت با پیغمبر علیه السلام هم داره، چون که در قلبشان انابت وجود نداره. از امو خاطر است که یا به مثل گشته که وطنی از یا خیلی دور قرار داره، نه آوازی پیغمبر برشان میرسه و نه عمل کردای پیغمبر بچهشون میبینه. از امو خاطر قرآن سرشان تاثیر نداره. ولی چی جایی که صهیب از روم میاد، سلمان از فارس، بلال از حبش میاد، او مردم ها این نور میبینه، این روشنی را میبینه، از این استفاده میکنه، حقایق بچوش میسر میبینه، به قرآن گوش میمانه. این مردم هاست که قدر و قیمت قرآن میدانه. قدر و قیمت قرآن اینطور مردم میدانه، اونطور مردم های نه که انابت نداره. چه مثال عجیب است. بله، ارزش قرآن پیش کیست؟ کسی که در ترجمه قرآن حاضر است، درک میکنه که قرآن کدام کتاب است. با اون مردمایی که سالا قرآن نشنیده، ندیده قرآن چی برنامه داره، ارزش قرآن است و میفهمه که یک موتر کرا کردن برای ترجمه قرآن چقدر حیثیت داره، نمیدانه. این نکته ها را قطعا درک کرده نمیتونه. ولقد آتینا موسی الکتاب، تسلیم ده باز پیغمبر علیه السلام اشاره میکنه پیغمبر علیه السلام از لجاجت و این کار بهانه جویی مردم تو هیچ وقت نگران نباشی. چرا؟ الله تبارک و تعالی برنامه که خواسته روان کرده او را در پیروزی میرسانه. خو لیکن مورد امتحان همین مردم قرار گرفته. تو نمیبینی مبارزه طولانی کی را؟ بگه سابقه طولانی داره اینمی گپا. موسی علیه السلام آمده بود، قومش اینمی طور حالات پیدا کرد، اینی طور گپا وجود داشت، اینی حالت ها موجود بود. خب موسی علیه السلام آرام ننشست، حرکت کرد، دعوت داد. آلی اگر کسی تو اینمی قسم دعوت بده، اگر کسی میپذیره برای خودش، منفعت برای خودش، اگر نمیپذیره تاوان سری خودش است. باز معلوم میشه که چی نتیجه چی میبره. غم نکو. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام کتاب که تورات است. فاختلف فیه، اختلاف کرده شد در این کتاب، انواع اختلافات، آرا و نظریات خود داخل کردن. احکام تورات متنوع شد، برای فقیر یک قسم، برای مالدار دیگه قسم، برای زوردار دیگه قسم. ولولا کلمتون، اگر نمی بود فیصله سبقت پیش تیر شده من ربک، از جانب پروردگاری تو، یکی او فیصله ها در آخرت میشه، در دنیا نمیشه. لقضی بینهم، خامخا فیصله کرده میشد امیالی در دنیا بینهم، در بین از یا. لیکن حکمت ربوبیت الله تقاضای زیرا میکنه که دنیا میدان تربیت است، او تربیت وقتی میشه که مردم در امتحان قرار بگیره که کی کدام مسیر انتخاب میکنه. و انهم، یقینا مردم لفی شک، در شک است، منها از امی قرآن یا از امی تورات، مریب، خیلی پریشان کننده شک. دو توجیه است. مراد از فی منها از امی قرآن کریم،
حالی که قرآن آمده با وصف که در تورات نشانه های زیر مشاهده کرده بودن، چی خوانده بودن، بازم یا شک میکنه نعوذ بالله که قرآن کتاب الله نمیدانه. یکی یا در مورد تورات خون خیلی شک داره، از امو خاطر میگن که امو تورات هست یا نیست. در بین خودشان این تردد و پریشانی خیلی زیاد ظاهر شده. من عمل صالحا، بله فیصله نهایی نمیست. کسی که عمل درست انجام میده فلنفسه، برای نفس خودش است، فایدهش منفعتش برای خودش است. و من اساء فعلیها، کسی که زشتی میکنه بدی میکنه فعلیها، تاوانش بالای خودشان است. یعنی کسایی که به این کتاب و آیین ایمان میاره، به این نظام ایمان میاره، فایده برای خودشان است، زیان نقصان به الله یا به تو رسانده نمیتونه. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو ظلم کننده بالای بنده ها نیست. ظلام مبالغه در ظلم میگه، اینجا مطلقی ظلم گفته، یا استکی ادناترین ظلم اگر از الله نعوذ بالله صادر شوه او به مثل ظلم هاست. چرا؟ الله خو عادل ذات است، او چرا ظلم بکنه؟ ظلم میره میگه کسی را بی دلیل مجازات نمیکنه یک دم، اینطور نمیکنه که چی بکنه. یا نعوذ بالله کسی را کیفرام نمیده بی جهت، جهت نداشته باشه و برش جزا بده. چرا؟ به خاطری که ظلم وقتی میشه که آدم جاهل باشه، نعوذ بالله ناگاه باشه از تمام حالات، یا هوا و هوس او را سرش غالب شوه در طرف، یا کمبودی داشته باشه. الله از این عیبا منزه و پاک است. الیه یرد علم الساعه، انبیاء علیهم السلام همیشه تخفیف میداد قوم خدا که اگر نمیپذیری عذاب الله آمده نیست، قیامت قائم میشه. یک دم گستاخی میکردن، کجاست؟ ما کی دیدیم؟ کی هستی؟ الله جواب میگه الیه خاص به سوی الله تبارک و تعالی یرد، بازگردانیده میشه علم الساعه، علم قیامت. مراد از علم قیامت علم وقوع قیامت است. لحظاتی که واقع میشه تنها و تنها برای الله است، برای کسی دیگری نیست. نه تنها که لحظات علم قیامت برای الله است، بلکه علم تمام اسرار و رازهای عالمی موجودات پیش الله تبارک و تعالی است. انسان بیچاره چقدر میدانه. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، نمیبراید من ثمرات از میوه ها، من اکمامها از پوشای خودشان، غلافشان. و ما تحمل حامله نمیشه، باردار نمیشه، من انثى هیچ زنی، ولا تدع یعنی ماده، ولا تدع نمیزایه یا وضع حمل نمیکنه الا بعلمه، مگر به علم الله تبارک و تعالی. چقدر دقیق است. مراحلی که یک طفل طی میکنه الله تبارک و تعالی از اول تا آخره مکمل الله عالم است. چی تغییراتی در اونجا بیاد، چه قسم الله او را پیدا میکنه، این کلش پیش الله است. این علوم به اون علوم دقیق قرآن اشاره میکنه که واقعا اکتشافات جدید هم نتونسته تمام اسرار ازیر کشف کرده بتونه. نه از جنین و نه حتی میوه، چه قسم میبره از پوشی خود.